مادر تاج سر من، دنیا روشن و زیباست وقتی هستی بر من. خدا گویم خدا جان، ما را دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادر. هر کی دارد عزتی مادر پدر، نخل باغی زندگیش آورد ثمر. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیزی ما. امروز ما قرار داریم در طربخانه فردوس برای تبریک کردن جشن زادروز محیبه خاله و نومانمک آمدیم. امروز تبریکات را از نام فرزندان، از نام زرنگارایتی، از نام زرینایتی، از نام دامادشان زفرکه تبریک میگوییم. لحظه ها را، بهترین لحظه های زندگی را پیشکش میکنیم. با ما باشید، با شبکه سلام ای دل، سلام ای نور دیده، سلام بر مردم فرهنگ دیده. السلام علیکم پدر و مادران عزیز، السلام علیکم خویش و تبار نزدیکان، مهمانان خانواده نومانمک محیبه خاله. همه شمایان را به امروز جشن 60 سالگی یوبیله پدر مادر عزیز خاندان از نام فرزندان عزیزشان خیر مقدم میگوییم. هر آن قدم های ماده آمده شما عزیزان را نور دیده تاج بر سر میخوانیم. البته با کلام احترام میخواستیم روی صحنه سببگاران این بعضم که هر یکی ما و شما برای تبریک و تهنیت نمودن آنها آمدید به صحنه تکلیف کنیم. نومانمک محیبه خاله و با قرصک های شما عزیزان امروز صاحب جشن ها را تکلیف میکنیم. نومانمک بدیاری با نزدیکتر مرحمت. السلام علیکم. نومانمک محیبه خاله زادروز مبارک برای هر دویتان. امروز مولد خجسته را، میلاد عمر را، سالگرد عمر را برایتان مبارک باد میگوییم. اولا شما را از نام دو گوهرک چشم، از نام دو کلید در جنتتان، البته زرنگارایتی، زرینایتی، از نام دامادتان زفرکه تبریک میگوییم. گفتن از خواهرم که صحبت کردیم برای پدر مادرم رساند که هیچ وقت غمگین و دل شکسته نشوند. ما جای 10 پسر را میگیریم. آنها برای ما بخت و تخت و دولت هستند، برای ما تاج سری طلایی هستند. برای بیجانم مادر عزیزم رساند که مشو غمگین اگر دختر بیزادی، که با دختر بود پیوسته شادی. بسا دختر صاحب تاج گردد و پیشش 100 پسر محتاج گردد. البته فرزندان شما را بسیار دوست می‌دارند. امروز نومانمک 60 سالگی یوبیله مبارک باشد. خدا کند که دمی پیری به همراه پیر شدن، همراهی مادر عزیز یک جای دمی پیری را دیدن، دولت پیری را دیدن نصیب کند. امروز دختران نازنین برای پدر میگویند پدر تو کوهی بر آسمان، ما کوه پاره ایم. تو قله بلندی و ما همچو پاره ایم. بیرون شدن زی راهی تو بر ما فلاکت است. تو مثل راهی آهنی، ما چو قطاره ایم. در فکر زندگی ما آب و ادا شدی، تا ما شدیم به پا تو خود دردی پا شدی. سر تا به پا پندی و دنیای حکمتی، بی مثل بر بزرگی و فیض و سخاوتی. چون تیر ما میدهی تو آخرین ثمر، ای باغبان عمر ما بر ما غنیمتی. امروز لحظه های خرسندی را برایتان مبارک باد میگوییم. البته خدا کند که دوره دوستان علمخیل پر از مهمانان شود، خاندانتان فقط لحظه های شادیانه باشد. امروز که لحظه های خرسندی است، در روز خرسندی نیت ها کنیم، نیت های ما جامعه عمل میپوشید است. خدا کند که نومانمک محیبه خاله سال آینده در آن کاشانه زیبایتان حجاشی ها شود. خواهران به من زنگ زنن و سنجا بیوی نکن اما که خالجانتان حاجی بابا و حاجیانه شدن گوید و ما آمده شما را تبریک کردن نصیب کنند. با چنین نیت ها در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است پیشکش پدر مادر میکنیم با قرصک های مهمانان. مرحمت.
aşkım şu, en şirin teşvişim şu. Onam hacı kılamam, otam hacı kılamam. Cennet onam poyda, otamning duoyida. Menga eng buyuk foyda. Mo'ynaxola, so'zingiz muborak. Ro'zi xursandiyam muborakbod بگویم. شما برای فرزندان عزیزتان ضرور زیور هستید. میگویند زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای آن که مادرم هست برای سرم. ای خدای مهربان تو نگه دار مادرم، من ببینم درد و غم لیک نبیند مادرم. یک شب مادر که در سر گوهره فرزند نشسته الله‌های ناز میخواند، هزار زر و زیور دنیا را پیش پایشان بیاریم کم است. امروز فرزندان میگویند آن یک شب در سر گوهره ما نشسته الله گفتگیشان بود ما آنقدر گنجینه را بیاریم کم است. این رمز تشکر ما است. گفته دستمانه طلا دارند دختران نازنین برایتان تقدیم میکنند. مرحمت. چند سال شد موهبه خاله از محلیک دوست آمدگیتان بود؟ 35 سال 35 سالگی توی است. موهبه خاله با بین 35 سال بود. نمانمک چند بار گل پدر کردن شما بود؟ راستش میگم فقط پیش مهمانا بود. یک مرتبه روزی توی. من امروز 35 سالگی هم توی هم جشن زادروز پیش الان که مهمانا بود رمز محبتشون خودشان اظهار میکنن با دستگل زیبا. انا میگم دسته زیبا انجام نمانامه برای موهبه خاله با قرصک را تقدیم میکنه. مرحبا. مبارک باشد. باز از دل شعر میگویم برای مادرم، از صداقت میکنم جان را فدای مادرم. مهر بیمانند او را سالها پروردم، مینهم با شادمانی سر به پای مادرم. خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم، چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم. امروز روز فرصتیتان مبارک باشد. همیشه مانند امروز در عهده دوستان دسترخوانتان پر از ناز و نعمت، خاندانتان پرفیض باشد. حاضر باشد با چنین نیت ها ما یک شیرینی داریم برای هم پدر و مادر که امروز جشن 60 سالگی هر دوی شمایان است. یک جهت تارت را میبریم، شیرینی را میبریم و از آن تناول میکنیم. بعد از آن باشد امروز بزم را دوام میکنیم. مرحمت. زادروز مبارک باشد. مرحمت. Сегодня кайф и танцы без ограничения. مبارک باشد. کاردگیر دوباره کارداشگیری مبوره برجه. Понедельник или среду, не без разницы приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения и за поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не
песни я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то Мубарак баше. любовью, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене, ты с годами только. امروز باشد برای تبریک هر دوی شمایان خواهران تیار هستند. محبوب خاله نمانامک برای تبریک کردن شمایان مطلوب خاله و محبوب خاله. دو خواهران نازنینتان را تکلیف میکنیم، نیتهای نیکشان را میشنویم و بعد از آن یک جای میرقصیم، خرسنده میکنیم. امروز فضل را در این طربخانه زیبای فردوس تمام میکنیم. مرحمت خواهران. دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پوری آب است و دیداری گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. تسکین دلی امیدوارم خواهر، حسن دل و فیض روزگارم خواهر. در دیده من محبت این دنیاست، من یاد تو را به دیده دارم خواهر. مرحمت. مرحمت. شما هم نزدیکتر بیایید. مرحمت. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. من از این فرصت استفاده برده خواهرم مویبوای را پادشاه شونده نومان جان را تبریک و مبارکباد گفته و اینها عمر دراز، صحت، سلامتی، همین روزی که انداشون انمی خیلی میذارن. این بعد یافتگیاشون فقط روزای نحس و شادی و گذرن و دقیقتون انامی ما یک توفه نوازنده هست انام میگذرونی. استفاده برده من خواهرکم دیبای با چون نمان را با این روزی تولدشان با یوبیلیشان تبریک و تهنیت‌ها میگویم و اینها عمری دراز، رزق فراز، حیات خوشبختانه آرزومندم. همه وقت ساق سلامت باشم الهی میبه با جاقش پیر شویتان، پیری به دولت شویتان، حضوری بچه کویم، دختره کویم، نیمه کویم بینید الهی پر نشوید اصلا. همه وقت ساق باشیتان، رزقای گندیتان کنم خیلی رزاقی گذرد. ساق باشیتان، سلامت باشتان. عزیزان تشکر برای دقتتان در خدمت شمایان برای تبریک کردن. جواب تبریکات شهنان بودن. هزار رحمت اشتهاهایتان باز در اینجا تبریکات هست. دوستان تشکر رحمت. یک خرسکی زیبا زنیم برای همین خوشخانهای زیبایی حسین جان عزیزان. اینجا همه لازم بلندن ملکه آیتی‌هایم یک برابر دیدنشان همین مادرتان پدرتان دیدگی برای ایستادن. حسین جان شما اینجا بیدو سرکید. از نام برادرهای مهربان، از نام فرزندان امان بابا، نبیره های امان بابا، خاندان های بزرگی انا همین ذاکر رفا شما ایران را صمیمانه تبریک و هم تهنیت ها میگویم. زرنگار زرینه نزدیک کردتان نزدیک پدر من. اگر باشد پدر غمخوار فرزند به جان و دل شود مادر فرهمند. خواهرم نزدیک کردید. اگر باشد پدر غمخوار فرزند به جان و دل شود مادر فرهمند. از این هر دو بهاری
زندگانی است، از این هر دو بقای جاودانی است. امیدی مادر از فرزند بسیار، که در پیری شود دلجو و غمخوار. پدر هم با امیدی جاودانی، کند فرزند خود را پاسبانی. الهی بسری اولاد به همیشه سلامت باشند. سرکه آیتی جان، من صمیمانه از نام شما تبریک میکنم. ارواحی اولاد بابام ارواحی ایسان مکم شاد شود. الهی کن علمی توفه ها برای شما، خرسک شما عزیزان. مرحمت مبارک شود. İnsan میخواد باور نکنه حسین مباد ها خنک سرمون کنه جامعه پشتن بگید مستحکم مبارک شود رحمت ای سلامت روزه هلو سرکه ایچ گم نیم کرده اگه پریچوس که ویران شود هم این از چستان نمونه که سخترک اک بشنه از درون مینش میان بستم به نام شاه مردان، دلی ناشاد ما را شاد گردان. الهی دلکشان شاد شود. برامد بندید همسنفان عزیز، باوری دارم تیاری میبینید، بگذار تیاری دیدن میگیرید. علمی جماعه الکترست و علمی خواهرهای عزیزه برای رقص کردن، برای بازی کردن، برای صمیمانه تبریک کردن روی صحنه دعوت میکنم. بازی کنید ای دوستان، بازی است کاری زندگی. شادی کنید ای دوستان، شادی است کاری زندگی. من هم خزان را دیدم، هم نوبهار زندگی. علامین عشقهای چشمتان نمونکه یگملا عشق شادی باشد. الهی های کلام بیم خدا رساند، الله گذشته ها شاد شود. اگر تو همین حسین جان همین دوره نمونکه زندگی پستی و بلندی ها دارد، فقط قله های زندگی باشد. برای همین ها فوقی همین ها یک خرسک کنیم عزیزان. فرود های شیخ صحنه به مرحمت همکاران مرحمت خیلی سلامت و دیگوش کنید.
یک عزیزان مهمانمک رامی و خاله را در روز خورسندی زادروزشان تبریک کردیم و پیشکش شما عزیزان کردیم. با ما باشید، با شبکه شهنام سلامت باشید. رحمت برای مهمانداری. بخوام